با کمال تأسف و تأثر اطلاع یافتیم که جمهوری اسلامی ایران برگه های سرشماری را باطل اعلام نموده. دوستان عزیز، شنیدم که برگاه سرشماری را جمهوری اسلامی ایران باطل اعلام نموده، اما راوی میگوید که علی خامنه‌ای فرموده ای مهاجرین عزیز بروید به کشورتان با پاسپورت و گذرنامه بیایید. اما ما مهاجرین عزیز، ما مهاجرین غریب نمیتونیم از اینجا برویم. اجرکم علی الله ان الانسان لفی خسر و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. آی مهاجرین عزیز، خداوند کریم میفرماید که صبر داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.